تا حالا فکر کردی چند تا نقاب داری؟ یه نقاب برای محل کارت، یکی برای خانواده‌ات، یکی برای پارتنرت و در آخر میبینی که اصلا خودت نیستی. از بچگی بهمون یاد دادن برای دوست داشتنی بودن و پذیرفته شدن باید یک نسخه قابل قبول از خودمون ارائه بدیم. یه نسخه آروم، مثبت و همیشه مطمئن. ولی اون نسخه فقط یه ماسکه. زیر اون لبخند یک ترس، درد یا خشم قدیمی وجود داره که سالهاست بهش توجه نکردیم. ترس از طرد شدن زیر اون ماسک خودش رو پنهان کرده. طرحواره اطاعت و تایید طلبی دقیقاً از همینجا میاد. از ترس از طرد شدن. جالب اینه که به خاطر این قضیه از خود واقعیمون جدا شدیم و دیگه انگار خود واقعیمون برامون غریب است. وقتشه که نقابتو زمین بذاری، نه برای بقیه، برای خودت. برای اینکه خود واقعیت رو ببینی و چون درون تو هنوز یک کودک زخمی وجود داره که منتظر نگاه و توجه توه. اگر آماده‌ای و دلت میخواد با کودک درونت روبرو بشی، اینجا جاییه که از نقش و حقیقت برمیگردی.